все, хватит desem. وقتی من گفتم بس است تمام، وای گفت صبر کن یک بار دیگر میزنم. به طرف دیوار گرداند و با الکتروشوکر به پای دویمم زد. Dağın ikinci butuma bastı. برای عظمت نقل روزهایی که در صخره و از سرگذران خیلی سخت است. این مهاجر قرقیزستانی 17 روز در بازداشتگاه موقتی خارجیان بود. Familiyan aytganda وقتی نسب تو رو میگیرند به دالان میبروی و میدوی. وقتی من برآمدم وای به پشتم زد و گفت بیدو. من در دالان دویدم. وای داد زد. نسبت چیست؟ بلند بگو. آنجا یک اتاق کفل پوشی مانند به همان بود. مرا مجبور کردند که دستانم را بالا و پایهایم را از هم دور مانم و با الکتروشوکر زدند. tur dedi. به نقل عظمت قریب 5 بار او را با برق شکنجه کردند. بعد آن تمام بدنش درد کرده و میلرزیده است. در یک اتاق تا 10 نفر در کتهای آهنین میخوابیدند. Dadam cevegisi tamaklar. هر روز یک غذای میدادند که خوردنش ناممکن بود. مثل زندان در کاسه و پیاله های الیومینی هر روز با عروبچه خوراک می آوردند. کروشکه ها را قطار چینده در آن از ستیل آب جوش آمده می ریختند. در یک روز یک بار 1 ساعت به هوای تازه می برآوردند. آن یک قفسی است که از 4 طرف محکم کرده شده است. Sırtqa çıkar etken. Sırtqa çık. عظمت را برای نداشتن ثبت اقامت و دفترچه مهنتی به بازداشتگاه موقتی آورده بودند. او در یک رید ماه ایون سال 2022 دستگیر شده بود. او بیش از 10 سال باز در روسیه کار و زندگی میکرد. بعد بازداشت دادگاه امر کرد که عظمت خارج کرده شود. عظمت را با دستان بسته به فرودگاه آوردند. همراه او 38 مهاجر از قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را هم خارج کردند. Al günleri men bugünkü gün. من تا حال آن روزها را فراموش نکردم. کسی که یک بار به آنجا افتیده است با پلیس و نیروهای آمان نفرت پیدا می کند. من دیگر نیتی بازگشت به روسیه را ندارم. فشار بیشتر و زندگی سخت شده است. عظمت برای شکنجه در صخره و به سفارت قرقیزستان در مسکو مراجعت کرد. وعده دادند که کمیسیون تشکیل کرده به مقامات قدرتی و دادگاه شکایت میبرند. دیپلمات‌ها با این مهاجر چند بار تماس گرفتند و با همین دیگر ناپدید شدند. با گفته عظمت در بازداشتگاه موقتی صخره و مهاجران تا به حال شکنجه و تبعیض میشوند. یک همدیه دیگری او هم که 2 ماه پیش از روسیه رانده شد، این آزار و اذیت را از سر گذرانده است. صخره توشکان گونه روزی که ما رو به اونجا آوردند ترسونده مجبور کردند که در یک صف قدم زنیم، بدویم و لباسمون رو بکشیم. با الکتروشوکر میزدند. رستم یاد ندارد که چند بار او را با برق شکنجه کردند، ولی بعد بازگشت به خانه هم دستانش میلرزیده است. مهاجر قرقیز میگوید در دوام 18 روز در این بازداشتگاه او بارها مورد تحقیر و تبعیض قرار گرفته است. وای پول چیزهای گرانبها را از سومکه‌های ما گرفته به زمین پرتافت. کیسه ها را کوفت. با من گفت چیزهایت را از زمین بگیر. وقتی من خم شده خواستم گیرم با الکتروشوکر زد. وقتی راست میشوی نمیزند. کسی نتوانست چیزهایش را از زمین بگیرد. بعد آگاه شدن از قضیه رستم، عظمت باز به سفارت مراجعت کرد. از او طلب شد که دعوای شکنجه را اثبات کند. مهاجر میگوید این امکان ناپذیر است. عظمت میگوید دیپلمات‌ها تلاش حمایت از حقوق شهروندان خود را ندارند. در وزارت کارهای خارجه گفتند که نمایندگان وزارت مهنت با مسئولین صخره و مهاجران قرقیز واخوردند و کسی از شکنجه شکایت نکرده است.